در دل روستای اسلام آباد در شهرستان سمرقان هنر و اصالت با هم پیوند خوردند. اینجا در کارگاه آقای سجادی هنری قدیمی و زیبا که نسل‌ها را به هم متصل می‌کند به تصویر کشیده می‌شود. ساخت ظروف چوبی. حدود 5 سال پیش پسرم رفت تهران دوره آموزش رزین با چوب را دید و بعد اومد توی کارگاه کوچیک تو خونه شروع کردیم و کم کم منم علاقه‌مند به این شغل شدم و الان داریم در ابعاد خیلی بزرگ انواع ظروف چوبی رو می‌سازیم. این هنرمند چیره دست به همراه پسرش با دقت و حوصله چوب‌های خام را با آثار هنری تبدیل می‌کند. آنان نه تنها در حال تولید ظروف چوبی هستند، بلکه ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی این هنر را نیز منتقل می‌کنند. من به عنوان یه جوان دوست دارم که کار چوب و خراطی که از قدیم و ایام جزو فرهنگ ما ایرانی‌ها بوده رو حفظ کنم و ادامه بدم. تمامی این کارا با چوب یه تیکه گردوه و کاملا قابل شست و شو، ضد آبه و کاملا هم گیاهیه که میتونید برای مصارف خوراکی خیلی با خیال راحت استفاده کنید. ما از این تیکه چوب انواع ظروف چوبی رو می‌سازیم، از نمک پاش تا انواع سرویس‌های پذیرایی آجورخوری رو در این کارگاه تولید می‌کنیم به صورت عمده. ما بازار فروش ما بیشتر از طریق فضای مجازیه و الان هم چند نفر به طور غیر مستقیم از فضای مجازی با ما همکاری می‌کنن. کجاها معمولاً ارسال می‌کنید؟ سراسر کشور، حتی کشورهای اقلیم کردستان و عمان هم می‌فرستم خریدن. ساخت ظروف چوبی فرایندی زمانبر و نیازمند مهارت است. این هنرمندان با استفاده از ابزارهای صنعتی چوب‌ها را برش می‌زنند، شکل می‌دهند و سپس با ظرافت خاص آنها را صیقل می‌زنند. این هنر برای من یه شغل نیست، بلکه بخشی از هویت و فرهنگ ماست. امیدوارم نسل‌های آینده به این هنر بپردازن و حفظش کنن. هر ظرف داستانی از طبیعت و فرهنگ ما را روایت می‌کند. چند ماه اومدم اینجا پیش آقای سجادی، تازه مشغول به کار هستم. علاقه زیادی به این کار داشتم و دارم یاد میگیرم. کارهای هنری رو دوست داشتم. ظروف چوبی ساخته شده در این کارگاه نه تنها به عنوان وسایل کاربردی در زندگی روزمره استفاده می‌شوند، بلکه به عنوان آثار هنری نیز شناخته می‌شوند. هر کدام از این ظروف جلوه‌ای از ذوق و سلیقه ایرانی است. از این چوبایی که حالا خیلیا برای آتیش و ضایعات استفاده میکنن که خیلی ساده هم از کنارشون رد میشن، ما از این چوبا این ظرفای گردو رو تولید میکنیم که برای پذیرایی و سرویس‌های داخل خونه‌تون خیلی مناسبه. به عنوان جامعه‌ای که به فرهنگ و هنر خود ارج می‌دهد، باید از این دست هنرمندان حمایت کنیم و نسل جدید را به یادگیری و ادامه این هنر دعوت کنیم. اردکام، خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان سمرقان، روستای اسلام آباد.